چرا افسرده‌ای؟ چرا مضطربی؟ چرا ناراحتی؟ چرا قصه می‌خوری؟ به چی فکر می‌کنی؟ دیروزت که گذشت، تموم شد رفت هرچی بود. فردات هم که هنوز نیامده که ببینی هستی یا نیستی، چه میشه چه نمیشه، عالم برقرار هست یا نیست. همین لحظه‌ای که الان من و تو هستیم، حیات ما همین لحظه است. به همین فکر کن. اینم فکر کن که خدا هست، محمد آل محمد هستند، حضرت بقیت الله و به وجودهی ثبتت الارض و السماء هست. توکل کن بر خدا محکم. وقتی شیطان میاد سراغت، القا میکنی به این حالتها رو، این وضعیت رو، بگو من صاحب الزمان حضرت مهدی رو دارم که از تمام حالات من مطلعه و از پدر مادر صدها میلیون‌ها بار به من مهربانتره. چرا قصه بخورم؟ ما امام زمان داریم، حجت ابن الحسن داریم، عزیزان خدا رو داریم، بهترین چیزها رو در عالم ما داریم. چرا مضطربی؟ چرا افسرده‌ای؟ به چی فکر میکنی؟ اگر مربوط به دنیاست دست اوناست، اگر مربوط به آخرت باز دست اوناست. دنیا و آخرت ما دست اونهاست و ما بی کس نیستیم. مشکلات من و تو هم غیر از اون کسی نمیتونه حل بکنه. مشکلات دنیا هم غیر از ایشون کسی نمیتونه حل بکنه. والله این مشکلات و گرفتاری هایی که الان میبینیم همه داریم، علت اصلیش این است که سستی در توسل و خواستن توجه. دل بشارت میدهم خوش روزگاری میرسد، هم درد و غم تل میشود، هم شهریاری میرسد. گر کارگردان جهان باشد خدای مهربان، این کشتی طوفان زده آخر کناری میرسد. ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن